با سلام خدمت شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم. میخوایم راجع به جلسه امشب فدرال رزرو صحبت کنیم. اگر فدرال رزرو کمی صحبتاشو به سمت انقباض ببره یا نرخ بهره بانکی رو بخواد صفر اعلام بکنه، یعنی نرخ بهره خنثی باشه، برای بازارهای ریسکی مثل طلا و کریپتو میتونه تأثیرات منفی رو داشته باشه. 25 صدم هم تا حدودی پیش بینی میشه مثل صفر رفتار کنه، در صورتی که میتونه دلار آمریکا رو تقویت کنه و فقط نیم هست که دلار آمریکا رو تضعیف میکنه، یعنی 2 پله کاهش نرخ بهره رو بدن که دلار آمریکا رو تضعیف میکنه و برای بازارهای مثل کریپتو و طلا خوب هست. نظر من به شخصه اینه که یا نرخ بهره بانکی رو خنثی نگه میدارن یا 1 پله کاهش میدن که برای بازارهای ریسکی متاسفانه بده.